داری میشنوی. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. انا ابن آدم في كود أبجد 1840. آیا مخلوقی از مخلوقات خداوند از طایفه اجنه در این مکان حضور داره که با من انسان ارتباط برقرار کنه؟ ازت میخوام یک اثبات و حضور و یک اشاره واضح و کامل به من بدی. شیئی رو در این اتاق جابجا کن یا شمعی رو به دلخواه خودت خاموش کن و حضورت رو به من اعلام کن. شدون هزاز ما خدشی و باباکم هزه. هزاز ما خشی و باباکم هزه. کوه ناتل. شیخ شما صدای جابجایی روی زمین رو میشنوید؟ بله 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 بله. ولی میخوام این اعلام حضورش جوری باشه که کف زمین رو میبینی، نوری که جابجا میشه کف زمین مقابل دریچه، نور جابجا میشه، چراغ قوه رو داره جابجا میکنه. اشارت رو واضح تر کن جوری که برای من انسان قابل دیدن، فهمیدن و درک کردن باشه. بله بله. که بله 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 بله. این اعلام حضورش جوری باشه که کف زمین رو میبینی، نوری که جابجا میشه. هزاز ما خشی و باباکم هزه. شدون گبلین جین لشیخ. ازت میخوام بیای جلوتر، از کنار دیوار نمیخوام سرک بکشی، به من اعتماد کن. بیا جلوتر و ارتباط برقرار کن. ماشاءالله، بیا جلوتر و ارتباط برقرار کن.
ماشاءالله. بیا جلوتر و ارتباط برقرار کن. ماشاءالله ماشاءالله. میبینیش اون تای اتاق چجوری میاد بیرون نگاه میکنه؟ من که دارم میبینم. هیچ آسیبی از من انسان به تو نمیرسه. من دوست شما هستم و هیچ دشمنی با شما ندارم. تو موجود خوبی هستی. تو مخلوق خوب خدا هستی. اللهکم واحد. خدای من و تو یکیه. این اشاره تو برای من برای ارتباط قابل قبول نیست. من حضور فیزیکی تو رو در این مکان میخوام. امیلو ازیدلاخ، برای من قابل احترام هستی و فقط من قصد ارتباط گیری و برقراری ارتباط با تو مخلوق خوب خدا رو دارم. پس اعتماد کن. پس اعتماد کن. پس اعتماد کن. میگم توی اتاق مراسم انجام شده. بله بله. انتهای اتاق سمت چپ از کنار دیوار اومد، سرک کشید، کامل نیمتنه اومد بیرون، رفت عقب. من کامل دیدمش. السلام على الشيخ العظيم في هذا المكان. سوالی